سلام دوستای قشنگم، به اولین ولاگ مهمونی من خوش اومدید. میخوام هر کاری که میکنم برای این مهمونی با شما به اشتراک بذارم. تو مرحله اول تمام لیست خریدم و نوشتم. بعد نشستم گردوهایی که برای غذا در نظر گرفته بودم و آسیاب کردم، گذاشتم توی فریزر. بعد گفتم حالا که وقت دارم و یکی دو روز قبل مهمونیه بشینم خونه رو عین دسته گل کنم، برق بندازمش از ریشه که دیگه برای روز مهمونی جز غذا پختن و آماده کردن ظروف کار دیگه ای نداشته باشم. به خاطر همینم اول اومدم کل اکسسوریامو پاک کردم، کل خونه رو برق انداختم. میدونید وقتی خونه تمیز میشه احساس میکنم تمام کارم فقط توی آشپزخونه است و پخت و پس. اینجوری با خیال راحت تری میرم سراغ آشپزی کردنم. بعد اومدم نشستم، بعد اینکه خونه رو تمیز کردم خیالم از بابت خونه راحت شد، اومدم تمام ظرفایی که برای پذیرایی نیاز داشتم از تو کنسول در آوردم. اینجوری وقتی طبق برنامه پیش میری، مهمونی گرفتن و مهمونی دادن اصلا برات کار سختی نیست، به خاطر اینکه تمام کاراتو قدم به قدم با برنامه ریزی انجام میدی. من اومدم تمام ظروفی که قراره توش وسیله بذارم رو مشخص کردم. رولت خوری، میوه خوری، هر چیزی که نیاز داشتم، تا فنجون چاییم و قندونم هم آماده کردم که البته خونه ما قند پیدا نمیشه. ما توش خرما، توی ظرف قندونم خرما میریزم معمولا، یا توت خشک و مویز. بعد اومدم یه سری از وسیله هایی که برای شام لازم داشتم، یه سری ظرف و ظروف شام آماده کردم، مثل همین لیوانایی که دارید میبینید. ولی خب گفتم اینا باید دو کاربره باشه، هم برای شربت اون شب لازمش داشتم، هم برای سر سفره لازمش داشتم. بعد سری اول ژله هامو درست کردم. میدونید دیگه 2-3 لایه بخوایم ژله بریزیم باید از یه روز قبل شروع کنیم به درست کردنش. و یه نکته جالبم بگم راجع به ژله درست کردن که اصلا نمیخواد یه لیوان آب سرد، یه لیوان آب گرم بریزید. همه رو با آب سرد بذارید روی اجاق تا غل بخوره. هر چقدر بیشتر غل بخوره ژله محکمتر و سفت‌تر میشه. بعد آماده شدم رفتم خرید اون لیستی که نوشته بودم. یکی از غذاهام اکبر جوجه بود، به خاطر همین گفتم به آقای مرغ فروش که حتما اکبر جوجه‌ای برام برش بزنه و پوستشو نکنه. بچه‌ها خیلی حواستون باشه، باید مرغی که برای اکبر جوجه می‌خرید هم اکبر جوجه‌ای باشه، یعنی خیلی کوچولو باشه مرغتون، هم به هیچ وجه پوستش کنده نشه. بعد اینجا تمام خریدامو آوردم تو، رفتم لباسمو عوض کردم، با یه لباس راحتی اومدم بیفتم به جون آشپزخونه، چون بعد یه سری چیزا رو آماده می‌کردم. لایه دوم ژلمو ریختم، گذاشتم توی یخچال. دیگه با ژله جان کاری نداشتم. بعد اومدم سخت‌ترین کار ممکن رو انجام دادم. چی بود؟ شستن مرغ و گوشت. من ترجیحم اینه برای مهمونی‌ها مرغ و گوشت تازه بگیرم، یعنی اون چیزی که توی یخچال فریزر، کشوی فریزره، روتین زندگی خودمه، برای مصرف روزانه خودمه. وقتی یه مهمونی مقدار بالا قراره بگیرم تازه بگیرم که منجمدم نباشه. دقیقاً هم یک روز قبلش باید این کارا رو بکنم. بعد از اینکه مرغا رو شستم، به خاطر اینکه بوی ذوقش بره، کل سینکو حسابی پاکسازی کردم. بعد کل میوه هایی که خریده بودم هم شستم، اینجوری دیگه بوی مرغم نمیداد. بعدش شستم. وسط کار گفتم ما حتما الان باید یه آیس کارامل ماکیاتو بخوریم، وگرنه انرژیم از دست میره. به خاطر اینکه فردا کارم اوکی بشه، از شب قبلش مرغا رو با زردچوبه و نمک توی آب گذاشتم توی یخچال بمونه، به خاطر اینکه اینجوری مرغا خیلی خوشمزه تر میشه برای اکبر جوجه. اینجا که میبینید صبح روز مهمونیه، شروع کردم به سرخ کردن مرغای اکبر جوجه. بچه‌ها ترفند اکبر جوجه رو بهتون بگم، اکبر جوجه فقط با کره یا روغن زرده، اما خب ترجیحاً این حجم از کره رو نمیتونیم بریزیم. به خاطر همین من یه مقداری روغن بهار ریختم که خیلی خوشمزه‌اش میکنه، یعنی همون مزه کره رو میده. بعد با یک عالمه کره فراوان. و نکته اکبر جوجه اینه که حتما از شب قبل مرغاتون رو توی آب نمک خیس کنید، ولی حواستون باشه طی پخت دیگه به هیچ وجه بهش نمک اضافه نکنید، بچه اکبر جوجه‌تون شور میشه.
اکبر جوجه رو حتما توی مایتابه سرخ کنید، به خاطر اینکه نمیشه که چند تا اکبر جوجه رو مرغ رو هم دیگه بذاریم، فقط باید همین جوری که تو عکس دارید میبینید بغل هم سرخ بشه. یه پارچم زعفرون ریختم، بعد اومدم فسنجونم هم که بار گذاشتم دیدید دیگه، بعد اومدم سراغ سالاد سزار. سالاد سزار خیلی راحته، فقط مراحلش زیاده. میبینید فیله رو کوبیدم، وسطش پنیر گذاشتم، هر پنیری که داشتید، اصلا سخت نگیرید. بعد با سلفون رولش کردم، گذاشتم داخل فریزر، نیم ساعت نه بیشتر باید این رول داخل فریزر بمونه. بعد اومدم سسش رو آماده کردم. نگاه کنید، سس دیژون بزنید حتما، سس خردل دیژون بزنید. بعد این پنیری که میبینید الان دستمه میخوام رندش کنم، اینو اشتباه گرفته بودم، حس میکردم اشتباهه، ولی خب مقاومت میکرد ذهنم، استفاده کردم. بعد دیدم نه، طعم همیشگی سالاد سزار رو نمیده. حامد فرستادم، سریع رفت برام پودر سزار خرید، پنیر پارمسان خرید. اونم پنیر پارمسان بود ولی خب جذاب نبود. تمام موادی که داخل سس سزار استفاده کردم براتون میذارم، توی کپشن براتون می‌نویسم. بعد بچه‌ها نگاه کنید، اینجا اومدم کل نون توستا رو آماده کردم. دقیقه 90 قبل اومدن مهمونا، قبل سرو شام اونو سرخش کردم، به خاطر اینکه اینجوری تازه میمونه و فیله ها رو اون موقع وقتی سرخ کنیم دیگه پنیر داخلش آب شده است، خیلی خوشمزه تر میشه. حتی اگه قبلش هم سرخ کردید پنیرتون رو، فیلتون رو، اشکال نداره. دقیقه 90 که میخواید سرو کنید سالاد سزارتون رو، حتما یک بار دیگه تفتش بدید، یه کوچولو گرمش کنید که اون پنیری که داخلش گذاشتید آب بشه. اینجا حامد داره به من قور میزنه، همش داره میگه با دست میوه نچین، به خصوص که داری فیلم میگیری، این کار قشنگی نیست. منم میگم همین این که تازه کلی دستامو شستم، همین که اینجوری خیلی برام راحت تره. هی داره میگه، هی من دارم مقاومت میکنم، همش داره پشت صحنه بهم گوشزد میکنه که با دست میوه ها رو نچین، من دوست ندارم، حرکت زشتیه. و منی که یه گوشم دره و یه گوشم دروازه. اینجا تمام چیزایی که خودم خیلی دوستش دارم و دارم میچینم، به خاطر اینکه البته من برای هر مهمونی همینم، ولی خب وقتی که مامان بابام بعد از چندین وقت، یعنی از روزی که من اومدم توی این خونه که الان تقریبا 1 سال شده، مامان و بابام برای اولین بار تشریف آوردن خونه ما. اینجا 2 تا میز چیدم، چون 2 سری مهمون دارم. یه سری مهمونام بعد شام میان که شب بمونن، فردا بریم با هم دیگه بیرون. یه سری مهمونام که مثل خواهر برادرم و مامان بابا من شام میان. اینجا میزی که برای مهمونای دست جمعی کلی بعد شام هست رو میچینم، خیالم از این جهت راحت باشه. الان چیدم که تو فیلم ببینید، من همه اینا رو بعدش بردم گذاشتم توی یخچال. بعدش اومدم میزی که قرار بود برای مامانم اینا، خواهر برادرم اینا بچینم رو اینور توی مبل راحتی یا مبل سبزا چیدم. اینجوری دیگه اون بالا تمیز میمون تا وقتی که مهمونای بعد شامم بیام که عمم اینا بودن و دخترعمه هام و پسرعمه ها. تعدادمون زیاد بود. اون شب ما 21 نفر بودیم، ولی جاتون خالی، واقعا خوش گذشت. با اینکه خونه ترکید ولی واقعا بهمون خوش گذشت. تا ساعت 4 صبح بازی کردیم، 7 صبح هم پا شدیم رفتیم بیرون، رفتیم یه جا که آش درست کردیم با هم دیگه دست جمعی. خیلی بهمون خوش گذشت، خدا رو شکر. اینجا دارم تمام شیرینیایی که خواهرزاده هام دوست دارن، خواهرام دوست دارن رو میچینم، چون اونا عاشق خوراکیایین که من میخرم. به خاطر اینکه من خوراکیای هر شهری، از سوغات هر شهری از خود همون شهر سفارش میدم، برام میاد. و خیلی از این خوراکی‌ها رو اصلا شما عزیزان بچهای پیج لطف میکنید و برام میفرستید و من واقعا دوستتون دارم، به خاطر اینکه سلیقه من کاملا دستتون اومده. نگاه کنید چند مدل شیرینی براشون چیدم، چون عاشق همشونن، به خصوص سوغات‌های شهر شیراز. این گزام که برای اصفهان، قندم که نداریم، به خاطر همین برای خواهرم نون خرمایی گذاشتم که قور نزنه، چون عاشق فقط چای با قند میخوره. براش نون خرمایی گذاشتم که وسوسش کنم دیگه قند نخوره. نباتم گذاشتم که بلا استفاده بود. و این باستوقای خیلی خوشمزه که یکی از شما عزیزان از توی پیجش برام گرفته. بعد دیگه رفتم دوش گرفتم، آماده شدم، آرایش کردم، اومدم یه قرفر دادم. اینجا مهمونام اومده بودن، میخواستم دیگه میز شامو بچینم. غزل داشت کمکم میکرد، از اون ور همه داشتن جیغ و داد میکردن که غزل تو بیا این ور کاری نداشته باش. اینم اینجا داشت به من همچنان کمک میکرد، دل قربونش برم. عین خودم هم بچه از همین الان مرض قرینه داره، سعی میکنه همه چیزو قرینه بچینه. خداییش هم کمکم کرد. همه چی رو اینجا چیدم. ما دلستر نمیخوریم بچه‌ها، ولی به خاطر مهمونامون که عاشق این چیزا هم دیگه مجبور بودیم، نمیشه به همه بگی که نخورید. اینجا اومدم دوباره
رولای فیلمو داغش کردم که اون پنیری که داخلش گذاشتم آب بشه. سس سزارم هم که ریختم روش. اینم از برنج ترچینی فوق‌العاده‌ام که خودم که خیلی دوستش دارم و خیلی خیلی خوشمزه تر و راحت تر از برنج آبکشیه. اینم از فسنجونم که همتون طرز تهیه‌شو بلدید. اگه ولاگمو دوست داشتید حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید. توی ولاگای بعدی قراره براتون کوفته تبریزی رو به روش رقی بهتون آموزش بدم که بی‌نظیره. مطمئنم عاشق این کوفته تبریزی که تو ولاگای بعدی قراره واسهتون بذارم میشید. دوستتون دارم، امیدوارم که شما ولاگ منو دوست داشته باشید. اگرم که دوست داشتید حتما منو سابسکرایب کنید. روزتون بخیر باشه.